امروز میخوام بهت این کیک نان خوشمزه رو آموزش بدم. خمیرش رو ببین چقدر کشسانی داره و به چه تستی میرسه. از خوشبرشی و بافت خوبش هم هرچی بگم کم گفتم. پس تا آخر ویدیو همراه من باش تا تمام نکاتش رو مو به مو با هم دیگه پیش بریم و یاد بگیریم. خب چطور بسازیمش؟ اول بریم سراغ نان. شیر عسلی و یه مقدار آب رو با هم دیگه مخلوط کنید. یه مقدار آب رو نگه دارید چون ممکنه برای شما آب کمتر یا بیشتر ببره. بعد از اون آرد، شکر، نمک و خمیر مایه رو بهش اضافه میکنم و با دست در حدی ورس میدم که خمیرم جمع بشه. 20 دقیقه بهش استراحت میدم. توی این فاصله حتما کره رو بذارید بیرون از یخچال تا به دمای محیط برسه. کره رو به همراه خمیر به دستگاه اضافه میکنم و با دور متوسط 10 تا 15 دقیقه بعد ورز بده تا زمانی که کاملا خمیر منسجم بشه، نرم و لطیف بشه، سطح براقی پیدا بکنه و به تست پنجره‌ای برسه. 3 تا فاکتور خیلی مهم برای رسیدن به تست پنجره‌ای: آردتون قوی باشه، رطوبت به اندازه باشه و ورز دادنتون کافی باشه. بسته به دمای محیط شما ممکنه 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم زمان ببره تا حجم خمیرتون 2 برابر بشه. کف قالب رو چرب کنید، یک کاغذ روغنی بذارید و حالا خمیری که حجمش 2 برابر شده رو من به 2 تا چونه تقسیم میکنم. ببینید برای یه قالب 10 در 20 من یه چونه نیاز دارم، یعنی 250 گرم. ولی چون دستگاه من کمتر از 300 گرم آرد رو نمیزنه، من خمیر رو 2 برابر کردم، ولی برای شما همون میزانی که لازم دارید رو مینویسم. خب من یه چونه رو میذارم کنار و همین یه دونه چونه‌ای که لازمه رو باز میکنم، رول میکنم و میذارم داخل قالب. پس دقت کنید، شما کپشن رو بخونید، به مواد و میزانی که داخل کپشن نوشتم دقت کنید. خب توی رول کردن هم دقت کنید که همه جای خمیرتون یه دست و یه اندازه باشه. بردارید بذارید داخل قالبتون و تقریبا 40 دقیقه بعد بهش استراحت بدین. من بعد از 20 دقیقه شروع کردم به درست کردن مواد کیک، چون این نون فعلا میره برای استراحت. پس از زمان استراحت نونتون 20 دقیقه بعد شروع کنید به درست کردن کیکتون. برای درست کردن کیک روغن و کاکائو و آب رو با هم دیگه مخلوط کنید بذارید کنار. زرده تخم مرغ، نمک و وانیل رو هم مخلوط کنید کنار بذارید. حالا سفیده ها رو با دستگاه بذارید. دقت داشته باشید که سفیدتون حتما سرد و یخچالی باشه. پودر قند کم کم بهش اضافه کنید تا به حالت قله خمیده برسه. 1 دقیقه بعد زرده رو بزنید و بعد زرده رو به سفیده ها اضافه کنید. خب وقتی که زرده رو به سفیده اضافه کردید با لیسک هم بزنید به صورت دورانی که پف سفیدتون رو نگیرید. حالا نوبت اضافه کردن آرد هست. آرد رو توی 2-3 مرحله به این مخلوط اضافه کنید، به صورت دورانی مخلوط کنید تا کاملا آرد به خورد موادتون بره. خب حالا 1-2 قاشق از این مواد رو به مخلوط کاکائو روغن اضافه کنید، کامل هم بزنید تا این مواد یک انسجامی بگیره و بعد کم کم اضافه کنید به مواد اصلی و با لیسک هم بزنید. خیلی دقت داشته باشید توی تمام مراحل هم زدن اصلا پف سفیده رو از بین نبرید. نکته بسیار مهم توی درست کردن این کیک نان اینه که زمان بندی رو در نظر داشته باشید. یعنی چی؟ ببینید من خودم زمانی که نون رو رول میکنم میذارم داخل قالب، فر رو روشن میکنم، 20 دقیقه بعدش میام کیک آماده میکنم، فرم گرمه رو دمای 180 درجه. به محض اینکه حجم نونم 2 برابر شد مواد کیک رو داخلش میریزم داخل قالب، میذارم توی فر. بعد از 10 دقیقه در فر رو باز میکنم، یه دونه برش اینطوری روش میزنم روی کیک و مجدد میذارم که ادامه پختش انجام بده. مدت زمان پخت داخل کپشن براتون مینویسم. پس به اندازه ها و زمان پخت داخل کپشن دقت کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید.